سلام دوستان، تو این ویدیو قراره یه داستان واقعی رو بهتون بگم، پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. من سانازم و 16 سالمه و تنها دختر توی کل خانواده هستم. 2 تا پسر خاله دارم که همیشه با اونا بازی میکردم. یکیش همسن خودم بود. خیلی با هم صمیمی بودیم. اون یکی 3 سال از ما بزرگتر بود ولی با هم بازی میکردیم. نمیدونم سکس و این چیزا رو از کجا حالیش بود، ولی من کلاً اصلاً این چیزا حالیم نمیشد. کلاس دوم که بودم هر وقت میرفتم خونشون بهم بازیای سکسی آنلاین نشون میداد. بهم میگفت اگه این کارا رو باهم بکنی منم به اسباب بازی میدم. منم اسباب بازیاشو خیلی دوست داشتم، هر کاری میگفت میکردم. من و مامانم خیلی با هم صمیمی هستیم. فکر کنم تنها رازی بود که بهش نگفته بودم. تا اینکه کلاس 4 داشت حالیم میشد که چه خبره و منم خب خیلی اسباب بازیاشو دوست داشتم و عادت کرده بودم. تا اینکه یه روز ظهر رفتم خونشون، باباش خواب بود و مامانش ظهر گرفت خوابید. داشتم با اسباب بازیش بازی میکردم که بهم گفت بیا تو اتاق کارت دارم. یه بازی قشنگ گرفتم. همیشه مجبور بودم بازی جنگی ببینم و منم خسته شدم. گفت میخوایم بازی کنیم. اومد چند تا بند حوله حمام آورد و دست و پامو بست. روسری خالم رو هم گذاشت، میخواست بهم دست بزنه که پا شدم به زور رفتم که آب بخورم. خیلی ترسیدم. مامانم همیشه میگفت دست نکنی تو این چیزا، تو خون میادا. منم میترسیدم این کاری کنه، ولی آخر گیرم آورد. انقدر آروم آروم گریه میکردم یکم بهم دست زد که بعدش هم دلش سوخت و ولم کرد. گفت کاری ندارم و اینا. همیشه با تخمه و شانسی هم گولم میزد. یکم که بزرگتر شدم ازش فراری بودم و هیچ وقت به کسی نگفتم. همیشه تو دلم بود. یه مدت رفتن شیراز، یه سالی هم شد. وقتی برگشتن خیلی تغییر کرده بود. درس خون و سربازی شده بود. الان تا میتونم ازش فرار میکنم که با هم تنها نشیم. یه بار عید هم اومدن خونمون، دیدم یواشکی داره پاهامو دید میزنه. واقعا خیلی عقلم کم بود که بعد چقدر فهمیدم که داره ازم سوء استفاده میکنه. دوستان اومدم درد دل بکنم و امیدوارم که دوست داشته باشید.